احبتی دوستانم به شما مژده میدهم و اقسم لكم و به الله قسم یاد میکنم که این بیماری قطعا تمام شده نیست، زیرا این از سنت‌های خداوندی است که آفت در میان امت محمد صلی الله علیه و سلم پایدار باقی نمیماند. اما از شما به خاطر الله خواهش میکنم که پس از کرونا به معاملات ربوی باز نگردید، چنان که امروز جلو اختلاط فرزندانتان با نامحرمان را گرفتید. پس از کرونا نیز به خاطر نجات خود و آنها از آتش بگیرید. از الله پروا کنید. اگر امروز به خاطر ترس از کرونا با نامحرمان دست نمی دهید، فردایی پس از کرونا به خاطر ترس از الله چنین کنید. به خاطر ترس از کرونا، با اینکه مرگتان با آن حتمی نیست، خیلی تدابیر صحی را مراعات کرده اید. خوب کرده اید. آیا سزاوار نیست که برای مرگی که حتمی است تدابیری بگیرید؟ لطفاً از کرونا بیاموزید. اشکهایی که به خاطر بسته شدن مساجد ریختید، این را بدانید که آنها در صبحهای قبل از کرونا با وجود باز بودن خالی بودند. سبحان الله، چه زیباست این حال از ایمان، این حالت از تقوا، این حال از خوف، این حالت از ترس، این حال از نزدیکی به الله و ترس از مرگ. همین است بندگی. پس از کرونا در این راه ثابت قدم بمانید. سوگند به الله که دنیا بر خیر و نیکی خواهد بود اگر این چنینی که هستید بمانید. امروز از یکدیگر طلب بخشش دارید و بر یکدیگر پیام میفرستید که به خاطر الله مرا ببخش، برای رضای او مرا عفو کن. کرونا تمام خواهد شد، اما بعد از کرونا به قطع صله رحم باز نگردید. بعد از آن به سودخوری بر نگردید. پدران و مادرانتان را بعد از کرونا به خانه سالمندان نفرستید. دولت‌های ابرقدرت که امروز به زانو در آمدند و به زمین خوردند، نه به خاطر بم‌های آیدروژنی است، اینها را موجودی که به چشم قابل رویت نیست چنین ساخته است. یکی از لشکرهای ناچیز پروردگار، اگر از کرونا در امان ماندید و دوباره به منکرات بازگردید، آیا مطمئن هستید که از خشم الله در امان میمانید؟ و او راست لشکرهای آسمان و زمین ارگاب بخواهد به هر وسیله شما را گرفتار نماید میتواند و شما او را عاجز ساختن نمیتوانید. پس آیا بر آنچه اکنون بران هستید باقی خواهید ماند؟ کجاست آن خبرهای فوری از به خاک و خون کشیده شدن هزاران سوری؟ کجاست آن خبرهای فوری از کشته شدن هزاران در غزه؟ کجاست آن خبرهای فوری از کشته شدن هزاران یمنی؟ کجاست آن خبرهای فوری که از مردم به خون تپیده عراق به گوش می رسید؟ تمام دنیا از ظلم و قتل ساکت شده است و آن کودک سوری که قبل از شهادتش گفته بود همه چیز را به الله خواهم گفت، حالا امروز به جهان نگاه کنید. اکنون به قاتلین و ظالمین نگاه کنید که از یک ویروس می ترسند. امیدوارم که همین گونه تا قیامت در خوف بمانند. امیدوارم بعد از کرونا آن بمها و بشکه های انفجاری که بر برادران ما در سوریه سقوط می کرد دیگر ننماید. امیدوارم که بعد از کرونا دیگر مردم یمن گرسنه نمانند. امیدوارم که بعد از کرونا دیگر کودکی هر ساعت در یمن از گرسنگی نمیرد. امیدوارم که بشریت بعد از کرونا نیز امین گونه باشد. پروردگارا ما به ناتوانی و کوچکی خود اقرار و اعتراف میکنیم. پروردگارا تو را شاهد میگیریم که حد و اندازه خود را شناختیم. واقعا هیچ توانی در دفع شر و هیچ قوتی به کسب خیر
بدون تو ممکن نیست. اروپا تازه نو فهمید که گشایش دیگر در زمین نیست و امر به آسمان برمیگردد، حالان که از انگام خلق آسمان امر به آسمان واگذار شده است. اما این از ستم و تکبرتان است که در آن خوابیده و غرق شده بودید. پروردگارا، حد و اندازه خود را فهمیدیم، بلا را بر ما طولانی مگردان. پروردگارا، دانستیم که ما ضعیف هستیم. پروردگارا، فهمیدیم که ما فقیر درگاه تو هستیم. پروردگارا، دانستیم که تو جبار هستی. پروردگارا، دانستیم که تو قهار هستی و نیز ایمان داریم که تو رحمان و رحیم هستی. پس ای مهربان ترین مهربانان، ما را به خاطر گناهان ما دچار عذاب مکن. پروردگارا، آفت ما را احاطه کرده. پروردگارا، به دلیل این بیماری خانواده و دوستان را از دست دادیم. پروردگارا، در این روز مبارک از تو می خواهیم که آن را از ما دور کنی. پروردگارا، رمضان را نیار تا آنکه مساجد ما را باز نساخته باشی. پروردگارا، رمضان را میار تا آنکه به مسجد الحرام عمره کنان و لا اله الا الله گویان باز نگشته باشیم. پروردگارا، در پیشگاهت به زودی باز خواهیم گشت. گمان ما به تو این هست که تو برای ما مساجد را برخواهی گرداند. پروردگارا، ما چنین بر تو گمان داریم و تو خود فرمودی که من طبق گمان بنده هم با او رفتار می کنم. پروردگارا، گمان ما بر تو این است که ما را می گذاری که در رمضان در مسجد الحرام نماز بخوانیم. پس خداوندا، این سختی را بر ما طولانی مکن. پروردگارا، این بلا را طولانی مکن. پروردگارا، کرونا را مایه هدایت ما گردان و ما را به زندگی طبیعی ما بازگردان.